بهترین اعمالی که ما میتونیم در رمضان انجام بدیم، اول تلاوت قرآن هست، تدبر در قرآن هست، تفکر در قرآن هست، نشستن با قرآن هست، همنشینی با قرآن هست، ختم قرآن هست. رمضان ماه قرآن هست. نکته دوم، بیشتر اهمیت دادن به نماز جماعت هست، بیشتر به مسجد آمدن هست، نمازهای سنت رو پایبندی کردن هست که باز در رمضان فرصت مناسبی است برای حضور در نماز جماعت و سنت‌های قبلی و بعدی خوندن و خود را عادت دادن به این سنت‌ها. نکته سوم، بیشتر ذکر کردن هست، استغفار زیاد کردن، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر گفتن، اذکار صبحگاه، اذکار شامگاه و غفلت را اینگونه از خود دور کردن هست. نکته چهارم، صدقه دادن و خیرات کردن در ماه مبارک رمضان هست. رمضان ماه خیرات هست، رمضان ماه صدقه دادن هست. رمضان اینکه به فکر و مساکین و یتیمان باشیم. دل نرم می شود در ماه رمضان. نیاز هست که این مسائل، خودسازی، اصلاح نفس، بخل رو از خودمون دور بکنیم، به فکر هم نوعان و دیگر مسلمان ها و دیگر انسان ها حتی هم باشیم. نکته پنجم، اعتکاف در رمضان هست. از بدایت و آغاز رمضان برنامه ریزی بکنیم، روزهایی رو برای اعتکاف و نشستن و ماندن در مسجد که فضیلت خاصی دارد اعتکاف در ماه مبارک رمضان. نکته ششم، لیلة القدر هست. احیاء شبهای دهگانه آخر رمضان هست و به دست آوردن و جستجو کردن لیلة القدر که خیر من الف شهر، از 1000 ماه عبادت، 1000 ماه 83 سال و چند ماه بهتر است لیلة القدر. اونو احیا بکنیم، شبهای دهگانه آخر رو، تا لیلة القدر الله سبحانه و تعالی با فضلش نصیب همه ما بگرداند.